نام‌نویس کرد در فرصت استفاده کنید که پیام این فرصت از برای تمام طرفی مرکز نرخگذاری وزارت آگنت حفظ اجتماع ضد سوری معین کرده شده است برای شهادتنامه رانندگی 165 تومان برای شهادتنامه تکنیکی 140 نرخ دولت معین کردگی نفرایی که مثال ایواز کردن میخواهم برای ایواز کردن میخوان ایواز میکنن رایگان است نه به همین نرخ ایواز میکنن برای قرار حکومت برآمدگی است درباره ایواز کردن شهادتنامه رانندگی بیومتریک با فکر در همه شما هست نه خیر اون میتونه پیشنهاد کنیم قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مهلت کسی که شامل اعتبارش 10 سال زیاد شده باید بود ایواز کنه 10 سال ما 10 سال عمل میکنم در کجا تیار میشن این چیزا در جمهوری تاجیکستان رفتم میبینیم یعنی ما با همون حجت های رانندگی پیش نمون میتوانیم اگر خواهش داشته باشیم بعد ایواز کسی که خواهش داره ایواز میکنه همین تعداد شناسنامه‌های چی میگن؟ شهادتنامه چی؟ رانندگی شهادتنامه رانندگی تعدادش در تاجیکستان چقدر است؟ نزدیک 1 میلیون است